وصیت 37: فضیلت طعام دادن، سلام را آشکار گفتن و شب را با عبادت برپا نمودن. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که گفتم: ای پیغمبری خدا، چون شما را بینم طبعم خوش و چشمم روشن می شود و از تمام چیز خبرم ده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: تمام چیز از آب خلق شده است. گفتم: مرا از عمل خبر نما، چون آن را انجام دهم داخل جنت شوم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: طعام در راه خدا بده، سلام را آشکار نما، صله رحم کن، هنگام خواب مردم شب نماز بگذار، با سلامت داخل جنت می شوی. روایت احمد و ابن حبان. از ابو مالک اشعری رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: به درستی که در جنت خانه هایی است که بیرونش از داخلش دیده می شود و داخلش را از بیرونش دیده می شود و این خانه ها را خداوند برای آنهای آماده نموده است که طعام دادن، سلام را آشکار نمودند، شب در حال خواب مردمان نماز گزاریدند. روایت ابن حبان. از جابر رضی الله تعالی عنه روایت است که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که می گفت: در شب لحظه هست شخص مسلمان اگر در آن وقت از کار دنیا و آخرت پرسد، خداوند آن را برایش عطا می نماید و آن لحظه در تمام شب هاست. روایت مسلم. از ابو مالک اشعری رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر مرد شب همسرش را برای نماز، یعنی نماز تهجد، بیدار نماید و اگر خواب او را غلبه نماید کم آب بر رویش پاشد و برخیزاند و یک مدت خدا را ذکر نمایند با طاعت و عبادت، خداوند آنها را مغفرت می نماید. از عبدالله پسر عباس رضی الله تعالی عنهما روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما را به نماز تهجد امر می نمود و تشویق نموده می گفت: خواندن نماز شب را بر خود لازم نماید، اگر چند یک رکعت باشد.